خیلی خب، رکورد رو شروع کردم. اولین المانی که قراره با هم دیگه بررسی کنیم و شروع بکنیم مبحث نوت نگاریه. تو این مطلب هایی که قراره با هم دیگه کار بکنیم الفبای نوت هاست و کلیدها و گسترهای صوتی رو با هم دیگه آشنا بشیم. بریم با اولین سرفصلمون، نوت نگاری، یعنی اولین المانی که ما باش روبرو میشیم بخش نوت نگاریه که یه المان الفبای موسیقی ماست دیگه. صدای موسیقی شامل 7 نوتن، به 2 صورت هم نوشته میشه. چرا؟ اول سیستم هجایی توسط گویدو دیارسو نوشته شده. چرا؟ و چرا به این حالته و چرا تفاوتش با سیستم الفباییه؟ یک پیشینه علمی داره. اولا سیستم هجایی بیشتر المان بر پایه این بودش که حتی آدمایی که بی سواد بودن بتونن آواها رو یاد بگیرن و بخونن این سیستم هجایی رو. بر همین یادگیریش خیلی راحت تر بودش و کلن المانش بیشتر برای آواز و یادگیری موسیقی سیستم هجایی طبیعه بندی شده. ولی سیستم الفبایی به تبعیت از آمریکا و آلمان و کلا انگلیسی زبان ها بیشتر حالت نوت نویسی داره، حالت نوت نویسی سریع داره. برای همین که شما مثلا بزنید آکورد نمیدونم یا آهنگی رو با سیستم الفبایی میبینیدش، برای نوت نویسی سریعه. ولی سیستم هجایی ما به تبعیت از فرانسه سیستم هجایی برای ما اولویت داره، یعنی توی ایران با این سیستم درس داده میشه. ولی به هر حال باید هر دو سیستم رو ما یاد بگیریم و بشناسیمش. دو ره می فا سول لا سی در سیستم هجایی، C D E F G A C اینطوری خونده میشه سیستم ها. در هر دو حالت C همون دوه، ره همون دیه، می همون ایه. فیگوری داره هی مرتبا تکرار میشه. یعنی شما یک سیستم 7 نوتی رو میشماریم، دو ره می فا سول لا سی، دوباره تکرار میشه دو ره می فا سول لا سی، همین پایین میبینید دیگه، دو ره می فا سول لا سی، دو ره می فا سول لا سی. خب این المان هر کدومش این 7 نوت رو اگه داخل یک خونه ما قرار بدیم یک مفهومی شکل میگیره به اسم اکتاو. اوکی، این 7 خونه تکرار میشه. حالا عدد اکتاوی چیه؟ چیو میاد میگه؟ میاد به شما میگه شما از ابتدای پیانو 7 خونه‌تون که پر شد، اسم خونه رو بذاریم اکتاو 1، یعنی خونه شماره 1 من. بعد میریم خونه شماره 2 من که بتونیم اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. اوکی، عدد اکتاوی به تو 2 تا المان هم میده. یکی این که اگه عدد شما کمتر باشه صدای شما بمتره، صدای نوتی که حالا اجرا میکنید بمتره. عدد اکتاوی بیشتر باشه صدا زیرتره. و بعد از اون عدد نوت ها هم در داخل اکتاو شکل میگیره دیگه، همونطور که در تصویر میبینید، مثلا دو سه، ره سه، می سه، فا سه، یعنی ما در اکتاو 3 هستیم. من الان با این مفهوم خیلی راحت میتونم بگم که مثلا هانی جان، یکی از بچه‌ها، شما بیاید در پیانو برای من سول 8 بزن. دیگه خودتون میدونید دیگه، 7 اکتاوا رو میشمارید، اکتاو 1، اکتاو 2، 3، 4 تا 8، بعد سولش رو میزنید، میشه سول 8. یک پیانوی آکوستیک کامل حدوداً نزدیک به 8 اکتاو چند نوت داره، یا به عبارت کلا میگن بعضیا 9 اکتاو. 8 اکتاو چند نوت درست‌تره. و با این المان خیلی ساده ما میتونیم سیستم حتی اکتاوها رو روی پیانو خیلی راحت یاد بگیریم. یعنی شما اگه تا حالا با این ساز برخورد نکردید خیلی راحت میتونید المان رو روش پیاده بکنید و خیلی هم خوبه دیگه. باید یاد بگیریم که مثلا من میخوام سولفژ کار بکنم، در چه اکتاوی بیام، در چه مقطعی بیام این رو بزنم که بر صدا و رجیستر من مناسب باشه. رجیستر هم همینطوری طبیعه بندی میشه. از یک جایی من شروع میکنم به خوندن، در دامنه ای که صدای من میتونه خیلی راحت روی نوت ها قرار بگیره،
از یک مقطعی تا یک مقطعیه. اون مقطع من میشه دامنه رجیستر من که حالا جلوتر در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. دومین المان و مهمترین المان ما شکل نوت ها هستن، باید یاد بگیریمشون. حالا جلوتر تو مبحث دیرن با هم بررسیشون میکنیم، ولی اسما رو از الان بدونیم از چپ به راست: گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ، سلاچنگ، چهارچنگ هم داریم. این فلگ هایی که اضافه میشه، پرچم هایی که اضافه میشه به نوت سیاه به اصطلاح دولاچنگ، سلاچنگ، چهارچنگ اینطوری خونده میشه. خب ما این نوت ها رو باید داخل یک خطوطی قرار بدیم دیگه که هویت بگیریم آروم آروم بهشون. مهمترین المان ما خطوط حامله. 5 تا خط از پایین به بالا شمارش میشه: 1 2 3 4 5. به اصطلاح از پایین به بالا هم حرکت میکنه، عدد اکتاوی به سمت بالا میره، یعنی زیرتر میشه نوت. این المان رو بدونید. با این 5 خط من میتونم با هر قشری، با هر جامعه موسیقی ارتباط برقرار بکنم. حتی اگه زبان کلامی باشون نداشته باشم میتونم با این 5 خط باشون ارتباط برقرار بکنم. خب اما این خطوط 5 خط من محدودیتی داره دیگه. من نوت ها رو یا میتونم بچسبونم به خط، یا میتونم بین خطوط قرار بدم، یا روی خطوط قرار بدم. نمیتونم هر جا دلم خواست، هر چند تا دلم خواست نوت رو روی خطوط حاملم قرار بدم. بر همین دامنه های 5 خط من محدوده. من تا یه حدودی میتونم نوت قرار بگیرم. میام چی کار میکنم؟ میام از خطوط اضافه کمک میگیرم. خطوط اضافه خطوطیه که بیرون از 5 خط حامل به صورت کوچولو کشیده شده و من باقی نوت ها رو روش میشینم. به اینا میگن خطوط اضافه برای نمایش نوت های بیشتر باشه. یکی از سوالایی که ممکنه براتون جالب باشه اینکه این دسته های نوت ها تقریبا از خط سوم به بعد به سمت پایین قرار میگیرن. دلیلش هم اینه که برای خوانش بهتر و اینکه نوت ها با هم دیگه قاطی نشن، تصمیم گرفتن شده که دسته ها از خط سوم به بعد به سمت پایین المانشون قرار بگیرن. خیلی هم ساده است. خب از این بریم پایین. یه مبحث بسیار 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 مهم کلیده. بچه‌ها الان این خطوط اضافه رو ببینید، نوت هایی که چیده شده. من واقعیت نمیتونم بفهمم که این نوت ها چی هستن، مثلا کدوم چیه، چی بخونمشون، تا وقتی که کلید نداشته باشم. کلید چی کار میکنه؟ کلید هویت میده به اون 5 خط و باعث میشه که نوت ها نام بگیرن. خیلی ساده. علامتی که تو سمت چپ خطوط حامل قرار میگیره اسم و عدد اکتاو نوت رو به ما مشخص میکنه. 3 تا کلید اصلی داریم: سول، فا و دو، که عموما کلید سول آشناترینه، همه دیدن، یا گردنبند یا تحتش یا هر چیز دیگه ای. کلید سول مرجع‌ترین و معروف‌ترین کلید موسیقی ماست، ولی 2 تا کلید دیگه به علاوه بر کلید سول داریم که به همون اندازه هم مهم هستن. بریم دونه دونه کلیدها رو بررسی کنیم، ببینیم که اصلا چرا کلیدهای دیگه وجود داره یا هر چیز دیگه. به مهمترین کلیدی که شما باید یاد بگیرید، بچه‌ای که میخوان سولفژ کار بکنن، کلید سوله. یعنی بیشتر المان‌های نوازندگی مثل ساز ویولون، مثل گیتار، با کلید سول ما سر کار داریمشون. بعضی سازها هم ما از کلیدهای دیگه کمک میگیریم یا کلاً گسترش صوتیشون جا در یک ناحیه دیگه است. کلیدهای گوناگونی دارن، ولی کلید سول برای شما مهمترینه. تا برای همین شروع یاد بگیریم جایگاه‌های نوت‌ها رو روی 5 خط حامل. خیلی ساده یادشون بگیریم. ببین بچه‌ها، کلید سول همیشه از خط دوم اینجا شروع میشه به کشیدن، یعنی از اینجا شروع میشه به کشیدن. شما هر موقع اینو دیدید، یعنی کلید رو دیدید، بدونید خطی که رو به روش قرار میگیره، نوتی که میاد روش میشه نوت سول. کلید سول، خط رو به روش، نوت سول. چه سولی؟ سول 4. یعنی کجا؟ اکتاو 4.
من اگه در یک کلید جایگاه یک نوت رو بدونم دیگه کاری نداره برای من که باقی نوت ها رو به ترتیب پشتش یا جلوش قرار میدم. نوت بعد سول لا که اینجا قرار میگیره، بعد میره سی و به سمت بالا حرکت میکنه، این هم به سمت پایین حرکت میکنه تا جایی که بتونیم نوت ها رو روی 5 خط بذاریم. بعدش هم از خطوط اضافه استفاده میکنیم. من پس اگه بتونم تو یک کلید جایگاه یک نوت رو یاد بگیرم میتونم خیلی ساده پشت بندش نوت ها رو بچینم و همین صورت کلیدها رو حفظش بکنم. خیلی پس ساده است دیگه این نماد. پس من کلید سول دیدم، خط دوم میدونم نام نوت من سوله و پشت بندش نوت ها رو میچینم. من باید شمایی که میخواد سولش کار بکنید سعی کنید از 2-4 تا 2-5 روی کلید سول رو جاش رو یاد بگیرید. در ابتدا خب یه مقدار سخته ولی به مرور زمان چشم عادت میکنه و شما میتونید کلید سول رو خیلی راحت دشیفراژ بکنید و یا خیلی سریع بزنید و یا بخونیدشون. بریم کلید بعدی، کلید فا. ببین بچه‌ها ما مثلا به مثال براتون توضیح بدم. در ساز پیانو خب 8 اکتاو که نمیتونیم روی یک کلید قرار بدیم. خطوط اضافه هم محدودیتی داره دیگه. میام چیکار میکنیم؟ میام از کلیدهای اضافه به اصطلاح بهش میگن حامل مضاعف استفاده میکنیم که جلوتر حالا بیشتر توضیح میدم که این کلیدها نوت های باقی مونده رو بتونیم درش جای بدیم. مثلا کلید فای خط 4 که این کلیده خب کلیدی هستش که با ساز پیانو هستش دیگه، یعنی قطعات پیانو رو ببینید، پارتیتورهاشو، برگه ها رو میبینید که کلید فا دارید و به یه دونه کلید سول. کلید سول بالاست، کلید فا پایینه که عموما توی نوازندگی کلید فا رو با دست چپ و کلید سول رو با دست راست می نوازند. چجوری حالا یاد بگیریم جای نوت ها؟ خیلی ساده است. این چشم ها رو میبینید اینجا. خب نوتی که روبروش قرار میگیره نوت فاه. خب چه فایی؟ فای 3. اینم روبروش فای 3. من اگه این رو یاد بگیرم باقی این جایگاه نوت ها رو میچینمش دیگه. اوکی؟ فای 3 رو پس من جایگاهش رو تو ذهنم نگه دارم. اینطوری هم میتونی حفظش کنی. فای خط 3 یعنی روی خط 3 فای 3 داری. فای خط 4 روی خط 4 فای 3 داری. نوت مبنا جلوی اون نوت قرار میگیره. من به ترتیب این نوت ها رو مینویسم. الان بعد فا سول لا سی دو میرم به چه اکتاوی؟ اکتاو 4. درسته؟ خب وقتی که واردش میشم میرم توی چه کلیدی؟ سول تو کلید چند بود؟ 4 دیگه. میرم وارد کلید سول میشم. خیلی ساده. اوکی؟ این از این. کلید 2 4 تا کلید دیگه هم دارین. کلید 2 خط اول، خط دوم، خط سوم، خط 4. امروز زیاد واقعیت از این نوع کلیدها برای قطعات آوازی استفاده نمی‌کنم. عموما با کلید سول مبناشون هستش. ولی در گذشته یا در یک سری از کنسرواتوارها یا گروه‌های کور هنوز برای هر رجیز کلید مخصوص به خودش رو میدن. مثلا 2 خط اول و رجیز سوپرانوه، متر سوپرانو، اینا رو توضیح میدم بهتون یه مقدار این جلوتر. و یک سری از سازها از این نوع کلیدها استفاده میکنن. نوت مبناشون هم اینم خیلی ساده است. آره بیشتر هم تو بیشتر سازهای بادی هم این نوع کلید متداوله. نوت مبنا اینا هم همینو یاد بگیرید دیگه، خیلی ساده است. این مابینش رو میانیش نوت 2 قرار میگیره. 2 چی؟ 2 4. 2 4 هم که ما توی کلید سول هم داشتیمش دیگه، میدیدیمش. اوکی؟ یک جایگاه یک نوت هم بدونم پشت بندش جای نوت ها رو یاد میگیرم. در رابطه با حامل مضاعف هم صحبت کردیم. در سازایی با وساط صوتی گسترده مانند پیانو، ارگ، هارپ یا قانون کلید سول و فای خط 4 هم متصل میشن، به صورت همزمان اجرا میشن دیگه.
خیلی ساده، یعنی ابتدا اینجا به سمت بالا میریم. اینجا هم چه نوتی بود؟ فای چهارم که بعدش دونه دونه نوتا رو میریم بالا، از برام که میومدیم پایین. گستره صدایی راجعش صحبت بکنیم با هم دیگه. به 4 تا بخش اصلی صدای زنان، سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو یا کنتر آلتو هم بهش میگفتن، از رجیست 2/4 تا لای 5، یعنی در 2 اکتاو 4 تا لای 5. اگه یک خانم بتونه در این رجیست اجرا بکنه، یعنی با صدای حقیقی خودش این دامنه رو بخونه، میشه گفت که صدای سوپرانو صداش هست. و لای 3 تا فای 5 رو بتونه اجرا بکنه، متسو سوپرانو. اگه بتونه هر دوتا رو اجرا بکنه، هم متسو سوپرانو هم سوپرانو رو میتونه اجرا بکنه. و فای 3 و ری 5 که آلتوه. اوکی. بعد سوپرانو صدای زیر خانم هاست، آلتو صدای بم خانم هاست، متسو هم صدای میانی خانم هاست. برای آقایان هم همینه. بعضی من این اشتباه رو خیلی دیدم میکنن، صدای تنور رو میگن صدای بم آقایونه. نه، صدای تنور صدای زیر آقایونه. صدای باسه که صدای بم آقایونه. صدای باریتون هم صدای میانی آقایونه. من صدای خودم مثلا رجیستی که میتونم اجرا بکنم باریتون و بخشایی از رجیست باسه. خیلی ساده من میتونم با این تقسیم بندی دامنه رجیست صدای خودم رو پیدا بکنم. چجوری؟ میشینم از اون اکتاوی که میتونم یا از ابتدای نوت، اکتاوهای اول پیانو، مثلا نوت 2 مثلا 3 شروع میکنم خوندن با رجیست حقیقی، صدای حقیقی، بدون که وارد بخش صدای هوادار خودم به اصطلاح فالستو بشم، اجرا میکنم تا به یک دامنه برسم دیگه. تا یه جایی من میتونم بخونم نوتا رو دیگه بعدش دارم دیگه خیلی زور میزنم تو جایی که میتونم، اون میشه دامنه خوندن من. و عموما همه ماها یک دامنه رجیست محدودی داریم و این رو میشه با تمرین طبق تئوریکال 1.5 پرده، یا به اصطلاح ساده تر بگم 3 نوت به سمت زیر و 3 نوت به سمت بم به خودمون اضافه بکنیم. مثلا اگه من تا فای 5 میخونم، میتونم تا 3 نوت دیگه هم با تمرین بهش برسم و به این گسترده صدای خودم اضافه بکنم، ولی تا همین حدود، اونم با تمرین و سالها ممارست درش. اینطوری نیستش که من الان کار میکنم مثلا 2 ماه دیگه یه اکتاو به صدای خودم اضافه میکنم. همچین چیزی غیر ممکنه، مگه اینکه جزء استثناها باشید دیگه. همین ترتیبی کلیدها هم ببینیم از زیر به بم. اگه من میخوام مثلا یک گروه کوری رو تشکیل بدم، میام اینا کلیدها رو خیلی ساده به ترتیب براشون میکشم و بهشون تحویل میدم که دیگه عموما دیگه همه رو با الان با سول نشون میدم. این صدای زیر و صدای بم هم میشه به اصطلاح در دامنه صدا یا مثلا ساز سیم و هر چیز دیگه در مورد باشون دونه. صدای زیر بسامد بیشتر داره، طول موج کمتر داره، ضخامت سیم کمتره و نوسان بیشتره. راجع به المان، اگه علاقه‌مند به مبحث‌های فیزیک صوت هستید، من 2-3 سال پیش تو همین آکادمی دوره گذاشته بودم، اونم توضیح دادم، ولی خب قدر خسته کننده بود تصمیم گرفتم دیگه این کار انجام ندم. میتونید برید تو یوتیوب اون کلاسامو پیدا کنید ببینید، یا اگه میخواید مطالعه بکنید کتاب خوبی رو بخوام به شما معرفی بکنم، کتاب اطلاعات موسیقی محمد رضا آزادفر جزو کتاب‌های خوبی برای تئوری موسیقی و این المان‌های ابتدایی دانستنی شماست. کتاب‌های بله مثل کمال پورتاراب هست، مثل پرویز منصوری هست، ولی به نظرم چون خوانش‌های سخت‌تری دارن، کتاب‌های مناسبی برای شروع تئوری نیستن. یک نفر لطفاً بنویسه تو بخش کامنت اسم کتاب رو، اطلاعات موسیقی محمد رضا آزادفر. مرسی. همین دیگه. باقی المان‌ها که
یعنی چی؟ یعنی ارزش زمانی یا کششیه که یک نوت طول میکشه اون رو سپری بکنه. گیرند نوت ها، علائم هایی که به این نوت ها اضافه میشه، اینا رو با هم دیگه دونه دونه بررسی بکنیم. خیلی خوب، صفحه منم برگشت. پس یعنی چیه؟ مدت زمانیه که یک نوت شنیده میشه، مرزی زمانیه که یک نوت به اصطلاح نواخته میشه، کشش پیدا میکنه یا خونده میشه. بیایم با هم دیگه خیلی ساده اینا رو تقسیم بندیش رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول نام نوت ها رو باید یاد بگیریم. نوت گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ، سه‌لاچنگ، چهارلاچنگ. ارزش زمانی نوشته دیگه 4 ضرب. بچه‌ها بیام خیلی ساده ضرب رو با هم دیگه معنی بکنیم. من به شما میگم هر رفت و برگشت یک ضرب شما در نظرش بگید. بر اساس کتاب ریتم در موسیقی شهرام مظلومی ضرب رو اینطور تعریف میکنه، میگه یک رفت و برگشت پا یا یک رفت و برگشت دست رو یک ضرب در نظر میگیریم. اوکی؟ وقتی میگیم 4 ضرب یعنی یک نوت معادل ارزش زمانیش میشه 4 تا ضرب رفت و برگشتی طول میکشه. مثلا من یک نوت دو رو بخوام بخونم میگم دو، 4 ضرب طولش میدم. بعد از این ساختمانی شکل میگیره دیگه، نوت ها تقسیم بندی میشن، یعنی تقسیم بر 2 میشن. اوکی؟ نوت گرد تقسیم بر 2 میشه 2 تا نوت سفید. 2 تا نوت سفید تقسیم بر 2 میشه 2 تا نوت سیاه. همینطوری 2 تا نوت چنگ، بعد دولاچنگ، بعد سه‌لاچنگ و چهارلاچنگ. یعنی 2 تا نوت سفید میشه یه دونه گرد، 2 تا سیاه میشه یه دونه سفید. اینا رو با هم دیگه یاد بگیریم. و ارزش زمانی هم همینه دیگه، خیلی ساده. هی تقسیم بر 2 میشه، آرما رو میاد پایین. مثلا سفید 2 ضربه دیگه، نوت من 2 تا ضرب داره، 2 یک رفت و برگشت، یک رفت و برگشت. سیاه 1 ضربه، 2 رفت برگشت، 2 رفت برگشت. چنگ معادل 1 و 2 ضربه، یعنی که اگه یک سیاه من رفت و برگشت کامل بود، خب دیگه من نمیتونم دیگه یک رفت و برگشت کامل بزنم. من یا یک رفتم و یا یک برگشتم رو در اختیار چنگ قرار میدم. یعنی من میگم 2، اینجا تمام میشه. برگشت من آغازین یا به اصطلاح یک نوت دیگه هم طبیعتاً باید در ریتم‌خوانی باشه که بچسبم به اون نوت دیگه، یا سکوت یا هر چیز دیگه. حالا این ضرب‌ها یه مقدار چنگ و دولاچنگ اینا نیاز دارن که ریتم خوانی به اصطلاح بیفته روی فلتک که بتونید درک عمیق‌تری داشته باشید. حالا همینطور تقسیم بندی میشن دیگه. معادل ها رو یه دقیقه نگه دارید تو ذهنتون، ببینیشون 1 2 4 8 16 32 64 در موردش با هم دیگه صحبت الان میکنیم. ارزش زمانی رو خیلی بس ساده یاد گرفتین دیگه. ضرب‌ها یعنی یک رفت و برگشت. ساده اون نوت رو برای خودم اجرا بکنم. توی یک صحبتی کردش، گفتش که من اگه بیام، حواستون رو جمع بکنید دیگه، این فلک ها، این پرچم ها ممکنه من دیگه متصل باشن. در موسیقی به این میگن لگاتو. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی نوت ها متصلانه اجرا میشن. یعنی من نمیگم دو دو، مثلا میگم دو دو، متصل پشت هم خونده میشه. پس فلک ها چیز عجیب غریبی نیست. یعنی اگه همچین تصویر دیدین، نوت ها با هم دیگه فقط متصل شدن، ارزش زمانیشون ثابت ها، هیچ تغییر در ارزش زمانی رخ نمیده، فقط متصلانه خونده میشه. همون اندازه هم که سمت چپ شکل‌های دیگه از ما متصل شدن پرچم ها رو می‌بینید که مثلا دولاچنگ به چنگه و دوباره یه دولاچنگ متصل شده که حالا سمت چپ زیاد المان فعلا مهمی نیست. به همون اندازه که شکل نوت‌های ما ارزش زمانیشون مهمه، همون اندازه هم سکوت‌هاشون مهمه. خیلی ساده. شکل‌ها رو ببینیم ما هم دیگه. یه دونه دبل گرد هست. وقتی این دوتا به اصطلاح خط میزان‌های ما در کنار نوت گرد قرار بگیرن، به اصطلاح میگن
دبل گیر، یعنی یه حالت 2 برابر شدن، معادل 8 ضربه. اوکی، که شکلش حالت مربع داره توی بین خطوط حامل. بعد سکوت گرد رو میبینیم. سکوت گرد با سفید رو ببینید بچه‌ها. سکوت گرد روی خطوط حامله به سمت بالای اون مستطیله، ولی سکوت سفید به سمت پایین اون مستطیله. اینو با دقت بکنید چون این دوتا خیلی با هم دیگه ممکنه اشتباه بشه. بعد سکوت سیاه رو میبینیم، سکوت چنگ رو میبینیم، دولا چنگ سلا چنگ. اینا دیگه خیلی دیگه راحتن دیگه، مشخصن کاملا به همون عرضه زمانی که دارن سکوت اجرا میشن دیگه. مگه اگه مثلا بخوام بخونم 2 رو اما اندازه ضربش سکوت میکنم، چیزی نمیخونم، چیزی اجرا نمیکنم. یه نکات مهمی هم که حالا بگم بهتون، علامت نقطه هستش بچه‌ها. این ممکنه توی سولفژ زیاد سرکار باش داشته باشین، بر همین آوردمش. نقطه چی کار میکنه؟ نقطه ارزش زمانی اضافه میکنه. چه جوری اضافه میکنه؟ 1/2 ارزش زمانی خودش رو بهش اضافه میکنه. یعنی چی؟ اگه نقطه سیاه با نقطه داشتیم، نصف سیاه چی بود؟ چنگ دیگه. یعنی خودش به اضافه چنگ یک ارزش زمانی بهش اضافه میشه. خودش رو چنگ ارزش زمانیش میشه. جدا جدا اجرا نمیشن ها. مثلا یه دونه سیاه یه دونه چنگ اجرا نمیشن ها. ارزش زمانی جفتش با هم دیگه جمع میشه. بعد سفید گرد رو میبینیم، میگم سفید نقطه دار رو میبینیم، خودش به اضافه نصفش. خودش نصفش چی بود؟ سیاه. خودش به اضافه نصف. مثلا دولا چنگ نقطه دار میبینیم، خودش به اضافه یه نصفش، خودش به اضافه یه سلا چنگ میشه ارزش زمانی. اینا توی به اصطلاح ریدز خیلی پر کار برده. این از این مثلا اوکی. این هم 2 نقطهشه، خودش به اضافه نصفش به اضافه نصفش. حالا این زیاد صرفا برای شما کاربرد نداره، بیشتر برای بچه‌ای که ساختش میخوان بخونن یا ارزش زمانی اگه دقیق‌تری بخوان اجرا بکنن. در حد اطلاعات عمومی اینا رو بدونید. بقیه چیزا هم دیگه اطلاعات عمومی بچه‌ها جزء رو براتون فرستادم، بخونید در موردشون. یه علامت‌ها اگه زیر نوتا قرار بگیرن چجوری اجرا میشن. مثلا استکاتو به اصطلاح مقطع است، نصف ارزش زمانی نوت اجرا میشه. این اطلاعات عمومی رو بخونید. بریم وارد بخش المان بعدیمون بشیم، میزان. راجع به ریتم و ضرب‌ها و انواع میزان‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. اولا تعریفشون رو بدونیم. خب همه قطعات طبیعتاً موزیکی که گوش می‌کنی المان‌هایی بر اساس یک ساختمانی شکل گرفتن دیگه. یکی از این مهمترین ساختمانش که یک قالبی داره، ریتم دارن که کنار هم قرار گرفتن نوت‌ها و سکوت‌ها بر اساس یک الگوی ثابت. یعنی الگویی وجود داره که اینا در کنار هم دیگه قرار میگیرن و قطعات ما رو شکل میدن. ضرب هم که همون تپش منظم، اون ضرب رو میتونیم تک‌های زمانی مساوی تقسیم بندی بکنیم. به اصطلاح تو هر میزانی ضرب‌هایی چیده شده، یعنی نوت‌ها به اصطلاح هر کدوم ضرب دارن دیگه. میزان هم بچه‌ها عبارت بندی جمله کامل قطعه منه دیگه. همه اینها بر اساس الگوهایی کنار هم دیگه قرار گرفتن. حتی اونایی که فکر میکنید نامنظمن، درونشون یک نظم خاصی ایجاد شده. میزان ها میاد خونه ها رو برای من توی ساختمان درستی قرار میده، ساختمان چارچوب مداری قرار میده، به اصطلاح نظم میده به هر المان من. 2 تا خط عمودی به اصطلاح قراری که میگیره به اینا میگن خط میزان. میکروفون یکیتون بازه بچه‌ها، لطفاً ببندید. مرسی. انواع ضرب‌ها رو با هم ببینیم. میزان‌های 2 ضربی، 3 ضربی، اینا که توضیح میدم. بچه‌ها میگن 2 ضربی، شکل‌ها هم ببینید دیگه. 2 تا نوت وجود داره، 2 تا سیاه. 1 ضرب، 2 ضرب، 3 ضربی به این صورت، 3 تا نوت، 4 تا نوت، 6 ضربی، 6 تا نوت تو هر میزان قرار گرفته. اوکی؟ وقتی واسه میگه میزان 2 ضربی، یعنی من میخوام این ساختمان بسازم بر خودم، میدونم که با تو هر خونه‌ام 2 تا نوت رو قرار بدم. خیلی ساده. راجع به خط اتصال با هم دیگه صحبت کردیم. لگاتو بچه‌ها یا به این شکل کشیده میشه که باعث میشه نوت‌ها پشت سر هم نواخته بشن، یعنی متصلانه اجرا بشن. دو ره می. اوکی، دو ره می به این حالت.
به اصطلاح مقطع، یعنی امتدادشون به هم دیگه متصل نیست. خط اتصال به هم دیگه نوت ها رو متصل میکنه. منحنی بین دو یا چند نوت غیر هم نام واسه متصل شدن نوت ها میشه. خط اتحاد چیه؟ این خیلی مهمه. خط اتحاد بین دو یا چند هم نامه، یعنی دو تا سل، دو تا مثلا لا، سه تا لا، اینا اینطوری باید توجه بهشون بکنیم. شکلش با خط اتصال تفاوتی نداره، اما در نوت ها همنامی نوت ها تفاوت داره. خط اتحاد ارزش زمانی نوت دومی رو به اولی اضافه میکنه. یعنی من به جایی که بخونم دو تا سول میگم مثلا سول، خب ارزش زمانی دومی رو به اولی اضافه میکنم. یعنی الان دو تا المان ساده در میاد روش. این هم بچه‌ها توجه بهش داشته باشن، به خصوص بچه‌ای که صوتش میخواین کار بکنن به درشون زیاد میخوره. سنکوپ هم که خب اتحاد ضرب ضعیف ضرب قوی میزان بعدیه، به همون شیوه است. بیشتر بچه‌های نوازندگی این قابلیت درک شدن وجود داره. اینو با توی المان‌های دیگه بهتر توضیح بدم که متوجهش بشید. قرار گرفتن سکوت به جای ضرب قوی، ضد ضرب اصطلاحی المانی وجود میاد به اسم ضد ضرب. تحت اطاله عمومی بدونید اینا رو چون با در قالب‌های قوی‌تری توضیح بدم که متوجه امور بشید. اما چیزی که میخوام الان بهش توجه بکنید، کسر میزان یا میزان نما المانیه که بسیار بسیار مهمه. یعنی یعنی فرض بکنین به هم از ابتدا نشون میده که من با چه مسیری روبرو قرار بشم در تمام قطعات. چون برید الان یه شوپن بیاری، یه موزارت بیارید، یا هر کسی که دوست دارید باخ بیارید، ببینید اولین المانی که در پارتیتور میبینی کلید سوله، دوم المانی که بهش نگاه میکنی میزان نماست. میزان نما المانش خیلی ساده است. میزان نما میاد ساختار بندی میکنه هر میزانت رو برای شما. اول اینو میتونید یادداشت کنید صرفا برای اطلاعات عمومی میتون، ولی اینو عموما بیشتر توضیح میدم توی بخش ریتم‌خوانی. اول ما ریتم‌های ساده داریم، ریتم‌های ترکیبی داریم، ریتم‌های لنگ داریم، یعنی انواع ریتم‌هامون هستن. ولی خب فعلا ریتم‌های ساده و ترکیبی تو ذهنمون نگه داریم. چه ریتم‌های ساده است؟ اولا اعداد رو فعلا بدونیم. 2 2 3 2 3 4 4 4 از میزان نماهای معروف ساده و خب توی ترکیبی هم دیدم که میزان نمای من چه قطعه‌ای رو بر من چیده. مثلا اگه 4 4 بود میدونم ریتم من ریتم ساده است. که ضرب بندی ریتم ساده بچه‌ها با ریتم ترکیبی متفاوته. یعنی مدلی که من دارم در ریتم ساده ضرب میگیرم، در ریتم ترکیبی المانش یه مقدار متفاوته. مثلا بعضیا یه حالت مثلثی تداعی میکردن برای ریتم ترکیبی، ولی خب به هر حال شما میتونید با همین رفت و برگشت هم ریتم رو بچینید. باید اگه دیگه خیلی المان برای شما عجیب غریب بود، باید حتما وارد ریتم خوانی بشیم که بتونیم متوجه امور بشیم که چطور هر میزانی و هر قطعه‌ای نواخته میشه یا زده میشه، یا من چطور اینها رو پالاتی بکنم، ریتم خوانی بکنم. فعلا در حد اطلاع عمومی فقط اینا رو فعلا بدونیم که میزانهای ساده و میزانهای ترکیبی میزان نماهاشون چیا میتونن باشن. و حالا این میزان نماهایی که من دارم 2 تا المان خیلی مهم رو بهم میگن. یک، عدد بالایی بهم چیو میگه، عدد پایینی بهم چیو میگه. عدد بالایی میاد بهم میگه من چند تا نوت
تو هر میزانم مجاز هستم بذارم. چند تا نوت؟ وقتی عدد باید خب 4 تایی 4 تا نوت دیگه. حالا چه نوتی معادل ها رو یادتونه در موردشون صحبت کردم، گفتم معادله ها رو تو ذهنتون نگه دارید، ببینیدشون، الان بهشون برمیگردم. این معادل هاست. عدد 4 میبینم سیاه، 2 میبینم سفید، 8 میبینم چنگ، 16 میبینم دولا چنگ. حالا ما الان 4 میبینیم. 4 چهارم که از معروف ترین و پرکاربردترین ریتم‌های ایرانی هم به خصوص از این موسیقی، اکثر موزیکای ایران ریتم 4 چهارم زده میشن و خونده میشن. پس میاد میگه من چند تا نوت تو هر میزان میتونم بذارم؟ 4 تا. 4 تا چه نوتی؟ سوال میپرسم. میگه نوت سیاه میچینم، این میشه میزان من. یه میزانی خونه من رو طبق این قاعده میچینم. حالا من میتونم این قاعده رو یه مقدار به اصطلاح به هم بریزم. خب من حتما نباید تعداد نوت‌های من 4 تا باشه که، باید به اندازه 4 ضرب در هر میزان. اینو یادداشت کنید. به اندازه 4 مثلا ضرب تو هر میزان من باید به اصطلاح بنوازم یا بخونم تو هر میزانی که دارم. اما میتونه معادل اون نوت هم قرار بگیره دیگه. مثلا به جای 2 تا سیاه بیه نوت سفید قرار بگیره، یا به جای 4 تا سیاه بیه یک نوت گرد بذاره. 4 ضرب دیگه میتونه معادل ها هم پس بچه توی میزان نماها بچینه. خیلی ساده. این رمان خیلی هم ساده در میاد دیگه. به ترتیب من میتونم اینطوری قطعاتم رو بچینم یا بنویسم و یا ریتم‌خوانی بکنم. خیلی ساده. من با مفهوم میزان نماها با هم دیگه یاد گرفتیم. مدل ها رو ببینیم. دوباره اینجا نوت سفید 2 4 8. یعنی من به شما میگم 6 8، شما اولین چیزی میگیم 6 تا. چه نوتی در هر میزان؟ نوت چنگ من باید بذارم تو هر میزانم. یا معادلاشونو میتونم مثلا به جای 2 تا چنگ یه دونه سیاه بذارم. مثلا میتونم کلا 3 تا سیاه بذارم که 6 تای من کامل پر بشه. همین صورت چیده میشه. انواع میزانا رو صحبت کردیم، ساده، ترکیبی و لنگ، که هر کدوم اینها ساختاربندی خودشو داره. میزانهای ساده به صورت تئوریکال اینطوری میشه که در موردش صحبت کرد، داره تقسیمات دو تایی میباشن. صورت کسر میزانا 2 4 یا 8 تقسیم بندی میشن و 3 تقسیم بندی نمیشن. همون المانی که من بهش گفتم 2 2 2 3 4 4 4 اینا رو تو ذهنتون نگه دارید. یه سریع میتونید ریتمتون رو تشخیص بدید. ریتم ترکیب همینطوره، داره تقسیم سه تاییه و همین. مثلا الان 6 8 رو داریم میبینید دیگه. 6 تا چه نوتی تو هر میزانه؟ 6 تا نوت چنگه. خیلی ساده است. اینجا البته با خط میزان وجود داشته بود این وسط که میبست. الان 3 4 داریم. 3 4 دوباره مداد بنویسم. اینجا با خط چقدر گنده شد. نمیتونم بک بزنم اما این نیستش. 3 تا تو هر میزان چه نوتی داریم؟ اینجا شکلشو بچه من اشتباه کشیدم. باید 3 تا نوت سیاه باشه. تقسیم بندی این کپی پیست شده. 3 تا نوت سیاه تو هر میزان باید درست میشدش. همین. این علامت چنگ این پایینی رو هفت هشت یا مثلا بذار با طبق المان ها برم 5 4. عجیبه دیگه. میزان درستی در نمیاد. تو هر میزان انگار سیستم من به هم ریخته. خب من باید 5
3 تقسیم، یعنی بنویسمشون. خیلی چیزای باحاله. اینجا مثلا 5 8 داریم می‌بینیم. 3 2 2 3 5 8 میزان لنگی که عموما اگه شما میخواین آزمونی بدید برای ریت، حالا کنکور باشه، مقطع کارشناسی یا ارشد، عموما میزان هایی که یا ریتم هایی که از شما آزمون میگیرن ساده و ترکیبیه. یعنی من حتی برای ارشدم ندیدم که لنگ رو به اصطلاح امتحان بگیرن، آزمون بگیرنش. تمرکز برای بچه‌هایی که حالا میخوان آزمون بدن روی ریتم‌های ساده و لنگ باشه، به جز اینکه خب ما فقط بچه که میخوان تئوریکال بدونن بشناسن دیگه، میزان نماها رو بشناسن، ریتم‌های ساده و ریتم‌های ترکیبی رو بشناسن، تفاوتاشون رو بدونن و مهمتر از همه میزان نماها رو یاد بگیرن. بعد دیگه باقی المان‌ها هم دیگه بر اساس حال بیشتر توی اجراهات قابل درک پذیرتره، ولی به عنوان یه حالت تئوریکال بخونیدشون، در موردشون تحقیق کنید و هر کدوم اینها رو میتونید در یوتیوب سرچ بکنید و متوجه بشید که عرض زمانی اینا چطور اجرا میشه. خیلی ساده است. فعلا برای جلسه اول به نظرم کفایت میکنه. ما جلسه دوم وارد فواصل میشیم که خیلی به نظر من مهمترین بخش تدریس اون هفته آینده میشه. شما تنها چیزی که لطف بکنید برای هفته آینده روش تمرکز بکنید و یاد بگیرید، از هر بخش بهتون بگم، اینکه لطف بکنید نام نوت ها رو یاد بگیرید، اکتاف ها رو بشناسید، کامل یاد بگیریدشون. 5 خط خیلی مهمه. 5 خط یعنی جایگاه نوت ها. جایگاه نوت ها رو لطف بکنید در کلید صلح یاد بگیرید، خصوصا بچه‌هایی که میخوان سولفژ کار بکنن. جایگاه نوت ها رو به ترتیبی که به المانی که به شما گفتم سعی کنید بکشید، هی 5 خط بکشید، یک دفتر نوتی طراحی بکنید، نوت ها رو پشت هم بکشیدشون، هی جابجا بکنید، خیلی هم هی پشت هم نذارید. یا قطعاتی رو در کلید صلح ببینید، نام نوت ها رو هی بگردید، مثلا این چه نوتیه، این چه نوتیه. اینطوری به مرور زمان خوانش نوت ها برای شما خیلی ساده میشه. همین کلید صلح، کلید فا، کلید دو رو در حد اطلاعاتتون بدونید. اینا در حد اطلاعات بدونید. دوم چیزی که به نظرم مهمه راجبشون که امروز با هم صحبت کردیم، مبحث ارزش زمانی این ساختمان ها رو لطفاً مهمترین المان ما این بودش یاد بگیریمشون، کلش رو، شکلاشون رو، نامشون رو، ارزش زمانیشون رو و معادل هاشون رو و همین. و سکوت ها هم به همین صورت. و بخش آخر هم در رابطه با میزان نما یا کسر میزان، این مهمترین بخش امروز ما بودش که یادشون بگیریم. یعنی چی؟ یعنی که برامون مهمن متوجهشون بشیم که چی هم. مثلا 4 دیدیم یا کلاپس نشیم که در رابطه با چی داریم صحبت میکنیم. مبحث کسر میزان هم لطفا مطالعه بکنید. هر بخشی رو که متوجه نمیشید خیلی ساده میتونید از طریق صفحات مجازی مثل یوتیوب، مثل چت جی پی تی یا خیلی از المان‌های دیگه بیشتر در موردشون بدونید، بیشتر وارد بخششون بشین و اجرا ببینید و متوجه تمام امورها بشین. راجع به المان‌ها به نظرم کفایت میکنه برای شروع یک بخش تئوری. سعی کردم برای کسی که خیلی صفر هم تمام مطالب رو کامل توضیح بدم و همین. چیز زیاد عجیب غریبی نیستش، خیلی برای خودتون پیچیده‌اش نکنید. بخش تئوری رو به مرور برای شما این قضا یاد میگیرید، به مرور براتون خیلی بیشتر جا میفته. در حد اطلاعات فعلا راجع به این مباحث حتی کلمه هم تو گوش شما برای شما آشنا شده باشه برای من کفایت میکنه. صرفا با این المان آلمان رو پیش بریم. کتابی که برای شما معرفی کردم میتونید مطالعه بکنید و بریم دیگه
باقی المان ها. من ضبط رو قطع میکنم از تمام بچه‌هایی که این دوره رو میبینن به صورت آفلاین. اگه سوالی بود میتونید توی گروه بپرسید، من باز اینجا میمونم، اگه سوالی هم دارید میتونید با هم در میون بذارید. یعنی متشکرم، واسه افتخارم بود، امیدوارم که تونسته باشم خوب این مطالب رو برای شما توضیح داده باشم. مرسی از شما. من ضبط رو فعلا قطع کنم و دیگه بمونم پیشتون.